متن و جان من حال کن. انتظار تمام شد. کانال یوتیوب من بالاخره افتتاح شد. سابسکرایب کنید و من رو در این راه و این ماجراجویی جدید همراهی کنید. حاجی فرض کن 5 تا توپ طلا داشته باشی، بعد بیای داخل یوتیوب با مستر بیست و پیودی پای ویدیو بذاری و راجع به زندگی خودت و زنت و خانواده‌ات ویدیو درست کنی، صحبت کنی، حرف بزنی. 5 تا توپ کجا، یوتیوبر شدن کجا؟ 90 دقیقه بعد از اینکه رونالدو چنل یوتیوبش رو افتتاح کرد، هلوهاش 2 میلیون سابسکرایب به این چنل اضافه شد، تا جایی که بعد از گذشت 4 روز هنوز داره این روند ادامه پیدا میکنه و اگه ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی ها اصلا حذف بشن، یعنی رکورد خیلی ها رو بزنه. مستر بیست بکنم حدود 104 5 میلیون سابسکرایب داشته باشه و رونالدو الان 40 میلیون داره. با این روندی که رونالدو داره پیش میره امکان داره هر لحظه جلوی چنل مستر بیست رو بزنه. یوتیوبم که نمیتونست حجم این همه از سرعت روند یک کانال رو داخل یوتیوب پیش بینی بکنه، گیرپاش کرد. یعنی چی؟ یعنی با این همه اباحت و با این همه چه میدونم من زیر مجموعه گوگلم و فلانم و تو دنیا پلتفرم محبوبیه، تو یه سری از داده ها و اطلاعات اشتباه میکرد. مثلا امکان داشت یه دونه ویدیو 100 تا ویو خورده باشه، یعنی روی هاش نوشته باشه 100 تا ویو، بعد از اون ور تعداد لایکاشو زده باشه 500 تا. جالبم اینجاست که رونالدو تو این 90 دقیقه‌ای که چنلش رو افتتاح کرد تونست همزمان 2 تا لوح نقره‌ای و طلایی 100 کا و 1 میلیونی رو با هم بگیره که ما خودمون رو پاره هم بکنیم، نهایت بتونیم تو 2 ماه 1 ماه این لوحو بگیریم، اونم تازه یه دونه‌شو، نه همزمان 2 تا رو با هم. ولی خب این آقا تو 90 دقیقه تونست 2 تا رو با هم بگیره و رکورد این بازی کس شعره همستر هم زد. ایشون خیلی خوشحال شدن نسبت به این قضیه و خوشحالیشون رو اینجوری ابراز کردن: بسیار خوشحالم که این پروژه را به مرحله اجرا رساندم، چون از مدت‌ها قبل در سر داشتم این فکر رو، اما در نهایت به اجراش رسوند. همیشه از داشتن چنین رابطه قوی بین من و طرفدارام توی شبکه‌های اجتماعی لذت می‌بردم و کانال یوتیوب در واقع پلتفرم بزرگتریه واسه انجام دادن این کار و آنها درباره من، خانواده‌ام و دیدگاه‌های من در مورد موضوعات مختلف بیشتر در واقع صحبت میکنن. اما خب ختم کلوم، چرا اصلا رونالدو اومده همچین چنلی رو افتتاح کرده تو یوتیوب؟ ایشون به خاطر اینکه بتونه بهتر و بیشتر رابطه قوی تری با طرفداراش داشته باشه همچین چنلی اومده افتتاح کرده. قبلا اگه اتفاقی میافتاد رونالدو خودش به طور مستقیم نمیتونست بیاد بگه آقا همچین اتفاقی تو زندگی من افتاده، همچین برنامه‌ای رو دارم، همچین کاری قراره انجام بدم، نمیتونست. بعد حتما میرفت داخل یکی از این شبکه‌های تلویزیونی و یه مصاحبه‌ای در واقع انجام میداد تا بتونه با طرفداراش صحبت کنه و ارتباط بگیره. اما الان با این چنل یوتیوب هم خودش با زبون خودش و تو مکانی که خودش دوست داره و با شکلی خودش دوست داره میتونه راحت‌تر در واقع ارتباط داشته باشه با طرفداراش و تازه جالب اینجاست که میتونه کامنت ها هم بخونه و نظرات رو بهتر متوجه بشه و در واقع یه راهیه که بیواسطه تر نسبت به بقیه راه ها بتونه با طرفداراش ارتباط برقرار کنه. خب خیلی زر زدم و خودم معرفی نکردم. این چنل من تازه افتتاح کردم و خیلی وقت بود که تو سر داشتم یه چنل یوتیوب داشته باشم و اولین ویدیویی که گذاشتم همین بود. میتونین ببینین و لایک کنین و دوست داشته باشین و در واقع سابسکرایب هم انجام بدین. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. کسچر دارم میگم چرا. خداحافظ آقا، خداحافظ.